من با خوندن این بنده خدا اصلا کاری ندارم به خدا. فقط یه لحظه گوش بده. اجرای زنده رو ببرن و نخونن برامون یه دو بیت میشه. کاشکی نداشتم تو رو از اولشم نبودی تو. قیافه همایون شجریان رو دقت کن. عقب کشیدن بهنام بانی رو ببین. با تمام احترام به این آقا و تمام طرفداراش، هرچند سطح موسیقی ما یه جوری شده که مردم گوشاشون مریضه انگار. این تندیس حافظ رو اصلا، جشن حافظ رو نمیفهمم قضیهش چیه. پخش جایزه است، نظر جایزه است به همه بدن، این به همه دادنش که هیچی. اینو که دادن دست این طرف، خب همایون اونجاست. یعنی همایون حتی اگر توی توالت کار دیگری انجام بده زیباتر از این تندیس رو بهش دادن. دقیقا چیکار کنه باهاش؟ کجا بذاره این تندیسه الان؟ چرا باید دست این باشه و کجاش؟ یعنی کجا باید باشه؟ کجا میخواد قرارش بده غیر از تاقچه خونش؟ نمیفهمم. جشن حافظ با علی معلم حرمت داشت. الان جسارت کردم.